مشکلاتی که خب امروز جامعه تاجیکستان را فرا گرفته است، یکی از سبب‌های اساسی این فضای مهاجرت است، مهاجرت کاری و مشکلات‌های آنها. درست است که امروز تمام مرزها بسته است، دیگر مهاجرای ما نه از وطن برگشته میتونن و در حالت برگشتن با یک قیمت خیلی گران که در عقل انسان درست نمیبیاد. چند روز پیش شخصیت دوم کشور، رئیس شهر دوشنبه، فرزندی یعنی پسر بزرگی رحمانوف، خب با فدراسیون روسیه سفر میکند. البته منظور از سفرش هم در اونجا گفته شده است که چی مسئله ها را پیش میگیره. من در اینجا میگذارم ببینید که در اونجا گویا اونها چیکار کردن. قبل از اون ببینید در طول 28 سال همین رحمانوف سفر کرد، شریک استراتژی، دوست و برادر، همکار، سیاستی دو طرفه، فلان این آن. آیا بعد از همین قسال ما یکم نوآوری دیدیم؟ رحمانوف برای ما چی نوآوری آورد که امروز با دکه همون چمچق بچه آچش جیگ نشان داده میگن با جنتلمن دیگرش دکه با سفرهای رسمی میکنه و میروه ملاقات میکنه و موضوع ملاقاتش بسیار مهم. یک بار ببینید چی اسنادای را امضا گذاشتن و در چی مسئله حرف زدن و بعد از این من با باوری کامل میگم بعد از 2 ماه باز هم انا همون مشکلات مهاجرت، حتی در رفتی سفری همین نفر باز هم گردنی یک تاجیک دار آویخته شد. یعنی که چند ماه پیش وقتی رحمانوف سفر کرد تودای زیادی مهاجرا را بردن زندان محکم کردن در شعبه پلیس. پیغام ای مردک کی هستی که اصلا اینجا اومدی؟ گفته بردن چندین مهاجرا را. امروز سفر رستم رحمانوف وقتی که به فدراسیون روسیه بود باز هم یک جوان تاجیک به دار آویختن. ما اول این را میبینیم بعد برمیگردیم سر این مسئله. در شهر مسکو ملاقات‌های خصوصی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی و رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه محترم والنتینا ماتوینکو، اینچنین هیئت‌های رسمی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه در هیئت وسیع دایر گردیدند. یادآور می‌شویم که صبح امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی با سفری رسمی به پایتخت فدراسیون روسیه تشریف آوردند. بازدید مذکور نخستین سفر خارجی راهبر مقامات بالایی پارلمان جمهوری تاجیکستان به کشور خارجی محسوب می‌یابد. محترم رستم امامعلی همین نفر زمانی از کجا گرفت؟ از پاش کجلا همون چه خالی گینه دلاس. اصلا یک آدم نظامی باید درست پا بگذاره، قدم نهاندنش همه جانبه باید درست باشه. آخه این همین نمیدونم در همون خدمت حربی نگاه نمیگن، گفت نمیبله خدمت حربی یا که اینوالید یا که پاش کجلا و همون قربخه به نام میگه همین گجا همین مردک زوانی گنرال گرفت. یک برای من بگین آیا همین منطقی است؟ امامعلی برای دعوت جهت انجام سفری رسمی با رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکو منتداری صمیمی اظهار کرده مهمیت بررسی مسائل مبرم همکاری استراتژی دو کشور را در سطح راهبران مقامات قانونگذار تاکید نمودند. با قناعتمندی ذکر گردید که مناسبت‌های دوستانه و همکاری استراتژی تاجیکستان و روسیه امروزها در همه سمت‌ها متصل رشد یافته، رابطه‌های بین پارلمانتی منتظم به سطح صفتا نو می‌گذرند. ضمن مذاکرات یک قطار مسائل‌های عمده از جمله جنبه اقتصادی همکاری‌های دوجانبه که یکی از مهمترین بخش به حساب رفته توجه دائمی جانب‌ها را تقاضا می‌نماید بررسی گردیدند. در این جهت ضرورت نفوذ بیشتری مکانیزم کمیسیون بین حکومتی عاید به همکاری اقتصادی، تأسیس کارخانه‌های مشترک در حدود تاجیکستان، استفاده امکانیت‌های منطقه‌های آزاد اقتصادی، جلب تکنولوژی پیشرفته روسیایی به بخش‌های مختلف صنعت کشور جهت کارکرد اشیا و صادرات منبعد محصولات تیار قید گردید. ضمن ملاقات دوجانبه اینچنین مسئله‌های مربوط به روند مهاجرت مهنتی مورد بررسی
қарор гирифтанд. зимнан зарурати аз ҷониби сохторҳои соҳавӣ идома додани корҳо оид ба ҳалли мушкилоти рӯзмарраи бахши мазкур, аз ҷумла содагардонии тартиби ба қайд гузоштан ва гирифтани патент барои кор, баррасӣ намудани имконияти авфи муҳоҷирати такрорӣ нисбат ба шаҳрвандони тоҷикистон ва барқарор кардани хатсариҳои ҳавоии мунтазам миёни ду давлат ишора гардид. یعنی موضوع مهم دیدن که بحث سر چی است. این نفر مسئله مهاجرت، گرفتن پتن آسان‌تر شدن، عفو مهاجران، یعنی که نقطه گذاری کردن، گویا اومدن صحبت کردن. با دقت باشین. با دقت باشین. آیا بعد از یک ماه دیگر آیا چنین تصمیمی که گرفتن واقعا پیاده میشه؟ یک بار منطقاً ما باید فکر کنیم که این سفرها دروغ است. دروغ است. با توجه به وضع منطقه جانب‌ها حل مسئله‌های همکاری‌های ثمرناک را در بخش امنیت مکالمه منتظم خب بیا صحبتی چمونیم که همون چی گفته است بگیرین. خب Позитивная динамика взаимодействия в политической, торговой, экономической, гуманитарной, военной, военно-технической и многих других сферах сотрудничества. Этому в немалой степени способствует регулярный доверительный политический диалог на высшем уровне, а также тесные личностные отношения наших глав государств. Объем внешнеторгового оборота двух стран за 9 месяцев этого года составил свыше 720 миллионов долларов. Российская Федерация также является важным... ایران کاغذ خطی نیکو کرد اگر نمیدونم چیکار کرد اگر نم پدرش 28 سال روی ورق خواند آمد میراث دایی گذاشت. میراث پدر خواهی میگه علمی پدر آموز مالی پدر خرج دوام کرد به درست این مردک همون میراث پدر را گرفته است. بچه شهر در شنبه کلام شدگی یک معروضه درست آماده کردن نمیتونه از روی ورق درست است. خب بعضی صفرها بعضی چیزا از روی ورق لااقل بعضی موضوع باید بیرون از روی ورق باشه دیگه. نمیشه دیگه همون سلام علیک تموز خب خیلی خوبه اینو دستون در نکنه ما نوکراتون ما رو قبول کنه بسیار عالی جناب از روی ورق گفتن دیگه نمیشه. خب یک نفر مهاجری مهنتی باشه میگه خیر است مثال که اون نفر چون تجربه خب مکتب وقت نداشت مهاجر بود بیچاره. اما شما از چی کمبودی داشتین در زندگیتون؟ از چی کمبودی داشتین؟ باید پسری رهبری کشور یک اینتلیجنت باشه باید زبانی خارجی زبانی انگلیسی زبانی خب باید زبانی فارسی باید صرف باید فارسی گفتن این نفر زبانی عربی را باید بدونه این نفر زبانی خطایی را بدونه باید 4-5 زبان خارجی باید بدونه این مردک. خوب نمیشه این زبانی رو تعریف نیست که انا رستمی رحمانو با زبان روسی حرف زد. زبان روسی یک اون هم ساشا مسکو هم با زبان روسی حرف میزنه بسری اون نیست. مشکلی است که این نفر متخصص گویا یک راهبر یک کارخانه بزرگ آوردنش در یک منبر بزرگ شیناندنش حتی سلام علیک و درود و به پایان و خوش آمدین دستان در نکنه خب تشکر زیاد ما را قبول کنین با همون را از روی ورق میگه گیجا شما دعوای متخصصی میکنی. وای به حال او کشور وای به حال او پارلمان کشور. طبیعی است که چونین نفرات در اونجا تصمیم گیرن که امروز در پارلمان کشور مسئله نکاح در خانه شوه یا که در مسجد شوه یا که در زکس خانه شوه یا که در رستوران شوه یا که در خانه رحمان شوه در پارلمان کشور بحث سر این میره. برای چی؟ برای که این خیلی گاوا رئیس پارلمانن. پارلمان کشور مگر جای بحث زکس و خط نکاح و شبخوابی و روزخوابی کردن است؟ دیگر موضوع نداره پارلمان کشور؟ طبیعی است که این همین چونین یک راهبرای به سواد به فرهنگ به اراده را آوردن راهبر کردن مسئله مهم نبودن برق در پارلمان کشور بحث نمی رود.
این نفر برابر این نفر در پارلمان کشور دیروز قرار قبول کردن باید که زکس دوملوی که زکس میکنه باید بروا در همون نکاح خونه در همونجا زکس بکنه. من منظرت میخوام این روزو پگه با فکر محمود چه عروس هم میگن یک شب باید در همونجا خوب کنه. شما کاری دیگر ندارین. شرمنده عیب شرم نمیدونین. امروز مردم به سویت به قوای برق راغون گفتن مردن رقص بازی را مردم قوای برق نداره در پارلمان یک کلمه گپ نمیزنین احمقا. امروز برآمدین مسئله حیض و نفاس من منظرت میخوام مسئله نمیدونم آیا نکاح را در گجا کنن جایز است در گجا نکنن جایز نیست. شما معظم مکتبین معظم مسجدین یا که معلم مکتبین یا که وکیل پارلمان یا که مسئله های مهم اقتصادی. امروز بانک ملی فساد شده است و فساد رو آورده است. بودجه کشور نیست. برق تاجیک قرضدار است چند میلیارد. این مسئله را بحث نمیکنین. در یک مسئله های پوچ و بمانه در یک مسئله های افسانه بازی در یک کارهایی که اصلا ارزش ندارد بحث میکنین. برای چی؟ برای که یعنی که مردم بدونه که پارلمان یک کار میکنه چهار تا کم شعوره که در اونجا هسته. وگرنه کار شما نیست بحث. پارلمان کشور جای رخت خواب یک زن و شوهر را حساب کردن و حساب کتاب آمار دادن نیست. پارلمان کشور از کجا یافتین چون این یک سیاست مدارانی به فرهنگ و به ایرو داره. یک متخصص یک راهبر برآوردین در کوچه تکثیران کردین اما خودتون که نه فرهنگ دارین نه عقل دارین وکیل و رئیسین. مثال عادی من برای شما میگم. من خودی راننده تاکسی روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده امروز سر و صداش بلند است. یک متخصص برای یک کادر آماده کردن 20 سال در کار است. اون نفر 20 سال متخصص است. برآوردین در کوچه راندنش تکثیرانش کردین. نکمینی گودک که نه فرهنگ داره نه عقل داره. یگام جا را خوندگی نیست. یگام علم درست سیاسی نداره. سیاست مدار شدن در کار در سختی راهبری یک وزارت و یک اداره و یک پارلمانی کشور. دو قدم پیش دیدن نمیتونه یک کودک. ایرا برآوردن وزیر وکیل مونده رئیس پارلمانش موندن آمده است در یک مسئله پوچ بمانه اما یک متخصص یک راهبری که متخصص از صحبتاش یک با نظر کنه سواد و دانش طرز صحبت و منطقی ارزانش گوش کنین کادری آماده است. آوردنش در کوچه گفتن برن تکثیرانی کتو. از کجا گرفتن چون این سیاست پلید و پسته. انا همی است که ما میگیم ای مردم جامعه تاجیکستان نیاز به تغییرات داره. نمیشود دیگر یک چیزی پوچ و بمانه را یک آیا به طور مثال یک پیرزن نمیشود که هر روز کاسمتیک کردم را زیبا کرد. نمیشود چون دیگه سالش خورد از دیگه پیر شده از دیگه نمیشود. جامعه امروز پیش رفته است. از یک نفری اروپایی یک ماشین میگیره سال 2005 یک سالای میکنه مدلی نو برآمد اینا میگیره میگه اینا بر بسپارش تمام. برای چی؟ برای کیفیتش خب راندن اون ماشین خب دیگر در داخلش نشستن کامفورت لوکس دیگه زیبا است. طلبات های مردم زیاد شدن میگیره. ما باشیم اونا همون سابق کمونیستانی دوران شوروی باقی مونده مکتبی هم اونها آمدن همه جا برند یک چیزی یا نفری که پیر شده از سایل به جای رسید از دیگه ساختی راهبری نداره دیگه اون نفر نمیتونه همه جا فساد همه جا پر از افلاسی پر از غارت آوردن راهبر موندن. ایش آوردن به خاطر پسر راهبری کشور شخصیت دیمی کشور هیچ کس حرف نزد. همه دهانشون محکم دوختگی. اما چه بار فکر نمیکنه بستین مگر در دوشنبه در تاجیکستان متخصص کم بود مگر شخص دیگه پیدا نشد راهبری پارلمان شود. این نقطه را یک کس حرف نزد. Инвестиционным партнером Таджикистана. Вместе с тем, полагаем, что доля прямых российских инвестиций все еще не отвечает существующим возможностям и потенциал экономического взаимодействия наших стран не используется в полном объеме. Созданные совместных предприятий на территории Таджикистана рассматривается нами в качестве одной из благоприятных основ для расширения наших экономических связей. Взаимовыгодным делом было... خلاص این همین یک کودک آوردن دیونمون کردن. ملاقات با رئیس پارلمان خب روسیه توسط تلفن مسخرتون کردن. هم توسط تلفن میتونید از هم تاجیکستان هم شما صحبت کنین.
من مسئله رو بگذارین، این مسئله که من در بالا صحبت کردم. مرحمت. پارلمانی توجیکستان با بررسی طرح دو قانون تنظیم رسم و آیین‌ها و قانون ثبت اسناد حالت شهروندی پرداختند که بر اساس آن در منزل زیست به جا آوردن نکاح منع می شود. اگر تغییر و علاوه ها به این قانون ها وارد گردد، من بعد دوملو به اداره زکس دعوت نمی گردد و به اداره زکس دعوت می گردد و در آنجا خطبه نکاح خوانده می شود. یعنی طور وکیلان پارلمان می گویند ضرورت مخصوص به خانه داماد و عروس دعوت نمودن داملو نمیموند. همکارم میرزانبی خالقزاد با چند وکیل پارلمان اوید به این مسئله صحبت کرده است و حالا از اون میپرسم ضرورت این اقدام برای چی است. سلام، سخن به شما. بله شهلا، در حال حاضر این بررسی را وکیلان کمیته اجتماعی عائله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان شروع کردند و طوری در صحبت به ما گفتند هدف اصلی جلوگیری از صرف و خرج زیاد در وقت عقد نکاح بوده است. وکیلان میگویند برای ادای عقد نکاح هم طرف داماد و هم عروس شروع از آماده کردن غذا و گستردن دسترخوان و پوشانیدن. تو دسترخوان‌های مردم چنو چاق کردین، داخلی دسترخوان‌های مردم شد، داخلی رخت خواب مردم شدین، شرم نمیدارین؟ اوقی مردم از حساب شما رس خود میکنن، مصرف میکنن، و مانش بکنه. و شما که میلیون ها را دزدیده استین از بودجه کشور، یک کس چیزتون میگه؟ نمیگه. برق تاجیک چند میلیارد قرض داره است؟ کسی رهبر شرکت برق تاجیک دعوت کرد؟ آیا زندان رفت؟ علاقه چقدر قرض داره است؟ بیگ صبور گشت از نمود کلوب در سیر گشت کرده. رهبری علاقه رفت از خانه بیزنس تجارت کردیست است. این میمون بازی را ببینید. یا اومدن دسترخوان مردم خرج. آیا برای مردم معاش داده که مردم از حساب بودجه شما مصرف کرد؟ بیچاره پسرش کار میکنه برای روزش، برای خوشبختیش، برای روزی تولد فرزندش، برای روزی نمیدونم خوشبختی خب برادرش میکنه دیگه. او مالی او است. او 1 میلیون مصرف میکنه، 100 مصرف، او کاری او است. شما را چی ضرورت آمده است که شما باید دسترخوان‌های مردم یقینی به یک باشه؟ باید چقدر سیب گذاشته است، چقدر خوراکه و چقدر نوشاکه باشه باید در پارلمان یا بحث بکنید. شرم بکنین رهبر وکیلانی پارلمان. شما ایزو نمیکشین از عمود رهبریتون. شما با کدام رو، با کدام عقل در پارلمان میشینین دسترخوان مردم چه نوچاق میکنین؟ مسئله راغون چی شد؟ امروز کشورهای عربی در رفتیم ما را کمک نه، کمک نگی ما سویت نداریم. گجا شد دعوای شما، گجا شد. رحمانوف 2018 گفت تاجیکستان افسانوی میشوه. گجا شد. یه شرم بکنه یک کمتر. یعنی جامه و رومال و کرتا به شاهدان و وکیلان نکاح خرج میکنن و این دیگرگونی در طرح نظامنامه این دو قانون که شما گفتید از این خرج و صرفا به قبل وکیلان پارلمان جلوگیری خواهد کرد. سید جعفر عثمانزاده عضو کمیته اجتماعی عائله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان در رابطه با این مسئله به رادیو آزادی گفت که این مسئله برمیگردد به موضوع تنظیم رسم و آیین و معرکه ها. وقتی این طرح به تصویب رسید برخی از آنها میگن حالا و شاهد صورت میگیرد. آن میگویند صاحبان نامه اسناد شهروندی فرصت هست اگر نمایندگان مفتیات و شورای علما و سازمان نمایندگان پیشنهاد خواهد کرد و بعد دریافت نظر آنها به شورای مجلس پیشنهاد شده است. همین سید جعفر عثمانزاده در تلویزیون همین یک وکیل داریم و دیگه هیچ که نداریم. بیچاره در هر طرقی لغت میکنین بگو یگان سری امیر میخرن خلاص میشه در این بس. ای مردک تو دیگه کار نداری. من بازم میگم و بس کن همین تحلیل های پوچو بیمانه را. ای بچه دمی عجلت رسیده باشه برو همین هفتهش قدم بگی. دیگه وکیل نیست در تاجیکستان. 62 کرسی دیگه خالی است. کی از زوجه لفته کن و حرف نمیزنن. در همه حالت سید جعفر عثمانزاده گفت. سید جعفر عثمانزاده بچه تو دیگه کار نداری. دیوانه کردی خاطر این تحلیل های پوچو بیمانه مردم. نخواد شر نمیگین دسترخوان مردم میبرین حساب و کتاب میکنین. این است یک نقطه که ما در بالا ذکر کردم. خب بگینش. من باز هم از شما پیغام میرسانم که ببینید دوستان عزیز روزی میشود که اینا قبلا زمان شاهی در تاریخ وقتی میخونی هست بعضی خب حکایه‌های تاریخی که یک روز پیش اما عروس شونده رو میبردن برای شاه میدادن بعد میرفت خونه داماد. خدا نکنه که چونین یک
تصمیم هایی که در پارلمان گرفته شده میگن که بیاین تویتر در بینای پارلمان بکنه، میگن یا عقل ندارن، با مطمئن باشه یا فهمیش دیگه ندارن، یا یک گروهی منقورت شده هستن در پارلمان کشور، نمیدونن، یک افسانوی هستن، یک خیال های عجایب و غرایب دارن. چقدر که یک نفر در خوابش میبینه بعضی چیزا، یا در بیداریشون هم خیال دارن. نه خود در پارلمان کشور در این شب و روز، ای مردم، در این شب و روز باور کنین در تاجیکستان نرخ یک 5 لیتر روغن 90 و 100 سومون است. این منطقی نیست.